سلام. یه مقدار امروز صبحم زیبایی خدا رو نشونده بدم. خلقت خدا رو ببینید، چه زیبا همه چیز رو خلق میکنه، چه زیبا رنگ ها رو با هم وصل میکنه. میبینید چه رنگ های زیبایی. بعد این رنگ ها رو اومده توی یه سری سنگ هایی که ما همیشه از کنارش رد میشیم به اجرا میذاره. بعد سنگ هایی که از زیباییشون آدم متحیر میشه که اینقدر زیبایی از کجا میاد، یعنی این زیبایی چجوری آخه؟ این همه رنگ های قشنگ با هم دیگه کنار هم دیگه جمع میشن